چه چیزیه کشاورزو خوشحال میکنه؟ اینکه آبش بیاد. چه چیزیه کشاورزو ناراحت میکنه؟ آبش نیاد. یه رگه سگ‌پوز استوری گذاشته باران نبار عشقم چت ندارد. ای اشک برینه تو عشقتان باران نیاد که زمینا من خوش بشه. شما بهش آقا بی‌عصابی. بهش کاش داش برداشت از ما بعد میان اینجا میبر از ما بخرن تونی 10000 تومان تا میدون ببرم میفروشن کیلو 100000 تومان. چای برسن چای. داشتی چیکار می‌کردی؟ خود گرون شده مجبور خودمون تامین کنیم. این زمین مثل خیلی از فامیلا ما شخمیه. بابا اینا که همش علف ارزه. لا خشتک درزه. همش صادر کنی ارزه. 10 کیلومتر جلوتر مرزه. الان پیشوندی. اگه بشه یک کاری بکنی که همین آب ما میه. خب چیکار کنم آبت بیه؟ او آب بنده بذار بیایی برام. سر زمین ما نتش از تو شهر بهتره. چای برسن چای برسن. من که اینا رو کاشتم تو داری برداشت کن. محصول من دزدیدی که من زمین بذاری. من تخمشو دارم دوباره بکارم. چی؟ بعضشو دارم مجدد خواهم کاشت. بگو 10 تایی که بازده پولش بزنه. میگه اون 10 تایی که مگیش نگو. نه مگیش نگو. نه از جانب خودت بگو. میگه از جانب خودت بگو مگیش نگو. هیچ وقت فکر نمی‌کردم به انخوش گیبون پول بدم. ترس تو زندگی چیه؟ ما از چی نمی‌ترسیم. چای برسن چای برسن. چیکار کردی با دلم وای. این اول پول بدیم بین سولار بیا سر زمین ما. همسایه گوسفندت یک بار دیگه بیاد محصول منو بخوره یک جنم